سلام خدمت دوستان و علاقه‌مندان و همراهان عزیز به اپیزود 7 پادکست معرفی کتاب کار سلامت مغز نوشته دکتر جان راندولف خوش اومدین. دکتر راندولف تو این فصل به این حقیقت پرداخته که بافت مغز ما دقیقاً مثل بافت ماهیچه‌مونه. اونایی که بدنسازی کار میکنن میدونن چی میگم. هرچی ما بیشتر از عضلاتمون کار بکشیم حجم میگیرن. برعکس هرچی تنبلی و سستی کنیم حجم از دست میدن. به اصطلاح دچار آتروفی میشن. مغز هم همینطوره. هرچی بیشتر مشغول فعالیت‌های ذهنی به قول خارجی‌ها اینتלקچوال بشیم بافت و عملکرد مغزمون تقویت و برعکس هرچی کمتر ازش کار بکشیم ضعیف و ضعیف‌تر میشه. یادتون باشه دومین جزء مدل سلامت مغز کیپ اشتغال به فعالیت بود. ما فعالیت رو بر 3 نوع دونستیم. 1 فعالیت فیزیکی، 2 فعالیت اجتماعی و 3 فعالیت ذهنی. تو 2 اپیزود قبل به 2 نوع اول فعالیت پرداختیم. تو این اپیزود قصد داریم به نوع سوم یعنی فعالیت ذهنی و مطالعات و پژوهش‌های علمی که راجع بهش شده بپردازیم. قبل از این که ادامه بدیم من دکتر حامد خوش اخلاق هستم. دکترای پزشکی و پژوهشگر در زمینه علوم اعصاب شناختی و هوش مصنوعی. ما تو کانال درایزینگ سان به حقایقی در مورد مغز و اعصاب همچنین هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین میپردازیم. ممنون میشیم اگر به این مطالب علاقه‌مندید این ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت ها قلب بفرستید تا الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به مخاطبای علاقه‌مند بیشتر نشون بده. همچنین سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا اگر اپیزود جدیدی فرستادیم خدمت شما عزیزان اطلاع رسانی شه. سرتون رو درد نمیاریم و میریم سر اصل مطلب. با ما همراه باشید. دکتر راندولف در ابتدا به تعریف فعالیت ذهنی میپردازه. فعالیت‌هایی که ذهن و فکر رو به کار میگیرن مصادیق زیادی دارن. خوندن کتاب یا روزنامه، حل جدول کلمات یا اعداد، یاد گرفتن کار با یک ابزار جدید، یاد گرفتن یک مهارت جدید مثل نقاشی یا برنامه‌نویسی، شرکت در یک دوره آموزشی، رفتن به موزه، سفر به یک مقصد جدید و مواردی از این قبیل. اکثر یا همه این مواردی که گفتیم در یک چیز مشترکن. جدید هستن. قبلا بهشون مشغول نبودیم. دکتر راندولف تعبیر جالبی به کار میبره. اساس ورزش دادن و فعال کردن مغز اینه که بخواید دوباره از اول شروع کنید. این که نترسید از این که بخواید یک کار جدید رو آغاز کنید بلکه بالعکس مشتاقش باشید. یادتون هست ما قبلا راجع به چیزی به اسم ذخیره شناختی یا کاگنیتیو ریزرو صحبت کردیم. در کل همون فعالیت‌هایی هستن که به سلامت مغز و ذهن ما کمک میکنن و زمان پیری به دادمون میرسن. ذخیره شناختی بر 2 نوعه، منفعل یا پسیو و فعال یا اکتیو. ذخیره شناختی منفعل به فعالیت‌های قدیم ما مخصوصاً اوایل کودکی و نوجوانی اشاره داره، مثل دوران مدرسه یا یادگیری کلمات که بالاخره هممون به نوعی این مرحله رو گذروندیم و به علت هنجارهای اجتماعی یا موارد دیگه مجبور بودیم بگذرونیم. اما نوع فعال ذخیره شناختی به فعالیت‌های اشاره داره که خودمون با میل و تلاش خودمون بهشون مشغول میشیم و اثر محافظتی بر مغز ما دارن، مثل کتابی که خارج از کوریکولوم درسی مدرسه یا دانشگاه میخونیم، فعالیت‌های جمعی که ماهیت ذهنی و فکری دارن و کسی ما رو مجبور نکرده، مثل بازی مافیا و مثال‌های فراوان دیگه. حقیقت اینه که ما برای برخورداری از مغز و ذهنی سالم لازمه که هر دو ذخیره شناختی رو غنی کنیم. البته اینطور نیست کسی که ذخیره منفعل ضعیفی داره مثل کسایی که تحصیلات آکادمیک یا کلاسیک کافی ندارن دیگه نتونن کاری کنن، بلکه میتونن با پربار کردن ذخیره فعال جبران کنن. در ادامه دکتر راندولف به یه سری مطالعات جالب میپردازه که ذکرشون خالی از لطف نیست. اولین مطالعه دکتر لاخمن و همکاراش در سال 2010. ایشون اومد و از حدود 3350 زن و مرد 30 تا 85 سال دعوت کرد تا در مطالعه شرکت کنند. تو این مطالعه از آزمودنی‌ها میزان اشتغال به فعالیت‌های ذهنی مثل مطالعه کتاب، حل جدول، شرکت در سخنرانی‌ها و غیره به علاوه میزان تحصیلاتشون رو پرسید. همچنین عملکرد اجرایی قدرت حافظه‌شون رو مورد بررسی قرار داد.
لاخمن و تیمش در نهایت به این نتیجه رسیدن که اشتغال به فعالیت‌های ذهنی میتونه اثر تحصیلات آکادمیک پایین رو جبران کنه. مطالعه بعدی مطالعه آقای اسکارمیس و همکاراش در سال 2001. ایشون و همکارانش در این مطالعه حدود 1700 نفر رو در بازه 7 ساله پایش کردند و در نهایت دیدن مشغول بودن به فعالیت‌های ذهنی در زمان آزاد احتمال زوال عقل رو تا 38% کاهش میده. ویلسون و همکاراش در سال 2002 مطالعه مشابهی رو انجام دادن که به رقم 28% کاهش رسیدن. مطالعات دیگه علاوه بر توانایی‌های شناختی، شاخص‌های سلامت مثل فشار خون رو هم بررسی کردن که دیدن بر اینها هم اثر مثبت داره. حتی دیدن افرادی که مشغول به فعالیت‌های ذهنی میشن بهتر از افرادی که نمیشن خشم و هیجاناتشون رو کنترل میکنن و سطح کورتیزول پایینتری دارن. دکتر راندولف در ادامه به چند مورد فعالیت ذهنی میپردازه. گل سرسبد فعالیت‌های ذهنی مطالعه کتاب، روزنامه، مجله و امثال اینهاست. نمیدونم چقدر در جریانید، ولی در کار بالین مغز و اعصاب میزان تحصیلاتی که یک فرد داره مهمترین جزء ذخیره شناختی اون فرده. حالا تو مطالعات دیدن مطالعه منظم و با دیسیپلین میتونه اثر مثبتش بر سلامت مغز حتی از میزان تحصیلات هم بیشتر باشه. یه نمونش مطالعه آقای لوپز و همکاراش در سال 2012 در کشور برزیله. مورد بعدی فعالیت ذهنی حل جدول کلمات یا اعداد که اثر مثبتش دیده شده. جالبه بدونید تو مطالعات دیدن کسایی که هر هفته یک جدول حل میکنن به طور میانگین 2.5 سال دیرتر از دیگر افراد دچار آلزایمر میشن. دکتر راندولف در ادامه به یک مطالعه جالب اشاره میکنه. مطالعه ورگیس و همکاراش در سال 2003 که دیدن اگه در هفته یک روز بیشتر به فعالیت‌های ذهنی مشغول بشید احتمال ابتلا به زوال عقل تا 7% کاهش پیدا میکنه. در ادامه دکتر راندولف اشاره میکنه که یک فعالیت ذهنی برای اینکه بتونه یک اثر خوب بذاره باید 2 ویژگی داشته باشه. 1 جدید و نو باشه و 2 متنوع باشه. راجع به نو بودن یادتون باشه ما قبلا گفتیم که مغز یک قابلیت داره به اسم انعطاف پذیری یا پلاستیسیته، یعنی مشغول شدن به یک فعالیت جدید باعث ایجاد یک مسیر عصبی جدید در مغز میشه، به عبارتی بر آناتومی و فیزیولوژی مغز اثر میذاره. از همینجا میشه فهمید اشتغال به فعالیت‌هایی که قبلا بهشون مشغول نبودیم باعث میشه مغز قوی‌تری داشته باشیم. شاهدش هم مطالعه فریش و همکاراش در سال 2005. راجع به متنوع بودن دکتر راندولف تعبیر جالبی به کار میبره. تمرین متقاطع مغز یا brain cross training. تمرین متقاطع یه اصطلاح تو ورزشه به معنی تمریناتی که ترکیبی از چند تمرین مختلفن، مثل دویدن در آب، واترپولو که ترکیبی از شنا به نوعی هندباله، ورزش‌های رزمی که ترکیبی از حرکات هوازی و قدرتیه و موارد مشابه. حالا اگه مغز مشغول تمرینی بشه که ترکیبی از چند تمرین مختلفه، مثل داستان‌های معمایی که علاوه بر مطالعه متن ذهن رو هم درگیر حل یه سری مسئله میکنه، یا کار با بعضی ابزار که علاوه بر مطالعه بروشور و تحقیق تو اینترنت آزمون و خطای یدی رو هم میطلبه، این بهتر از یک تمرین ساده به پرورش مغز کمک میکنه. در ادامه دکتر راندولف اون نکته‌ای که تو این کتاب به کرات گفته رو دوباره تکرار میکنه. هیچ وقت برای شروع ورزش دادن به مغز دیر نیست. شما حتی اگه تو دهه 60 یا 70 سالگی زندگیتون به فعالیت‌های ذهنی مشغول شید، در ادامه خیرشو میبینید. ایشون به مطالعاتی اشاره میکنه که از این حقیقت پرده برداشتن. دست آخر دکتر راندولف اشاره به یه سری بازی‌های کامپیوتری میکنه که ادعا میکنن مغز رو پرورش میدن، به اصطلاح brain training games. مثال معروفش بازی سودوکو. ایشون به چند مقاله مروری که هر کدوم چندین مطالعه مختلف رو بررسی کردن اشاره میکنه و در نهایت میگه که شاید کسی که به این بازی ها مشغول میشه به احتمال خیلی زیاد در همون بازی مهارت کسب میکنه و به قول معروف استاد میشه، ولی این به این معنی نیست که توانایی های شناختیش تو زندگی روزمره هم افزایش پیدا میکنه. مثلا اگه تو حل جدول سودوکو استاد میشه به این معنی نیست که میتونه مسائل بغرنج ریاضی رو هم بهتر از افراد دیگه حل کنه. اگر هم مواردی دیده بشه که کسی تونسته باشه با این بازی ها تو زندگیش بهتر عمل کنه، بیشتر ناشی از تلقین، به اصطلاح اثر دارونما یا پلاسیبو ایفکت، تا یک اثر واقعی.
ایشون در ادامه به مطالعه اشاره میکنه که در سال 2016 به هدایت یک پژوهشگر هموطن خودمون سیروس فروغی اجرا شده. تو این مطالعه محققا از افراد دعوت کردن تا مشغول یک بازی فکری بشن. اونا آزمودنی‌ها رو به 2 گروه تقسیم کردن. به گروه اول بروشوری دادن که توش نوشته بود این بازی به حافظه کوتاه مدت کمک میکنه و به گروه دوم بروشوری دادن و گفتن که شما در پایان این بازی صاحب 5 بن دانشجویی خواهید شد. نتیجه نهایی مطالعه این بود که گروه اول، یعنی اونایی که فکر میکردن این بازی به حافظه‌شون کمک میکنه، تو تست شناختی 1 ساعت بعد بهتر عمل کردن، ولی در ادامه هر 2 گروه از لحاظ شناختی مثل هم بودن. دقت کنید هر 2 گروه یک بازی رو انجام دادن، ولی گروه اول چون به خودشون تلقین کرده بود این بازی به حافظه کمک میکنه، عملکرد حافظش اونم به طور گذرا بهتر شده بود. این دقیقاً همون اثر پلاسبوئه که در مجامع علمی مختلف به کرات بهش پرداخته شده. خب این هم از این فصل. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودید. این فصل تمرین هایی داره که لینک دانلودش تو توضیحات هست. ممنون میشیم دانلود رو اجرا کنید. در آخر ممنون میشیم اگه پسندتون افتاده این ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید و در آخر برای این که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به مخاطبای علاقه‌مند بیشتر نشون بده تو کامنت ها قلب بفرستید. تا اپیزود بعدی، خدا یار و نگهدارتون.